سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین. دلم کلی واسهتون تنگ شده بود. الان دوستم اومده پیشم که چند روزه که اومده دبی. قبلش مامانم یه ماه حضورن بود. قبلش من رفتم ایران. یعنی یه برنامه این شکلی بود دیگه. ما خلاصه صبح خواب بلند شدیم، گفتیم که چیز کنیم، حاضر شیم بریم دبی مال یه چند تا خرید و اینا بکنیم. امروز خیلی قرار خوش بگذره چون من احتمالاً از فردا اینا دیگه باید بکوبم سر کارم و اینا. برای همین امروز دیگه میخوام صدم واسه شادی بذارم. ببین کلن بهت میگیم تهران هیچی نداره. واقعا اینجا چی داره؟ بگو. واقعا من خواستم این سوالو بپرسم از شما و بقیه دوستان. مرسی. خب که اینجا واقعا تفریحش چیه؟ هیچی. ببین اینجا هم مثل تهرانه دیگه. حالا مثلا یه مال کلن داره، یعنی کلن وجود ماله. خب وگرنه همش میری رستوران بکوبی و اینا دیگه. چی دیگه داره؟ حالا مگه چند بار تو عمرت میخوای خودت اون بالا بندازی پایین؟ چی میگن؟ اسکایدایو. اونا از اون کارا بکنی. چه میدونم دیگه. شادی کنسرت امرو دیاب منو میبری؟ اون یکی دیگه رو بریم. راغب علامه که خیلی دیگه. یه دفعه دوربین اونوری میکنی. کیو به خوش بدی؟ نه یه دفعه اونوری کنم. ببین هر کی میاد دبی میاد خونه من فقط درد و مرضشو واسه من یعنی از اون روز اول فقط روز اول دوام خوب شدم دوباره الان صدام هم یه حالیه. صدا تمونه. آره امروز استوری هم نذاشتم جهت. ببین شادی امروز میخواد به پاس جبران، حالا هر حال زحمته دیگه، حالا دوستمه مثل خواهرم ولی به حال زحمته. به پاس جبران من گفتم الان مثلا چیز میکنه، میگم مثلا بستی بریم مثلا فلانجا فلان چیز و اینه. یه بچه گفت آره اون ماس مستنیه مهمونه. عشقم برشکست نشیم. خوبه دیگه. ببین این اینکه یا داره خیلی به هم میاد یا شبیه اون پشه های روی مردابا میشن. دکور دیور ببین چه بامزه است اینا. ببین چقدر بامزه است. اینا همه اندازه یه دند انگشت انقدر کوچولوه. I don't know what you heard about me. ببین این گردن من گنده هم بندازم شبیه پیز رو بعد بنداز 50 سنت میشه. ببین من واقعا عقده این پشما رو دارم. آخر سرم اومدم یه جا که اصلا اینا رو به گور ببرم. جدی اینجا چرا اینا میفروشه واسه مثلا؟ این رنگش خوشگل‌تر یا این رنگش؟ 100% این که الان برداشتی. این؟ آره. ولی این یقش خیلی زشته احساس میکنم. نه یقش نازه. این داره میفته رو گردن من. همین مال خودت بهتره. اینا رو خیلی دوست دارم با یه مثلا لگ مشکی. نه ها شلوار کجا گیر بیارم همین الان منو راه نمیده. ببین از این شلوار دهاتی‌ها هستن که هیچ کس سمتش نمیره. حالا برای من سمت این چیزای چرت و پرت نمیرن. از این میدونی چه شلواری میخواد؟ اینا که بالا تنگ میشه، تنگ خیلی زیاده، پایینش یه ذره گشاد میشه. بعد از این جنس داغوناش هم میخواد تازه. که چند تا چیزای خوشگلش رو ببین من از این پیرهنشو خیلی دوست دارم. پیرهنش شاید سلیقه‌اش تو 1980. این نه دقیقاً این نه پیرهن این مدلی. ببین عشقم سلیقه‌تو نیستم، دوستیمون جدا. سلیقه‌تو ببین شادی
سلیقه تو با دوستیمون سلیقه 100% چی بود؟ پسرهای ایرانی. اینو گذاشتی منو تگم کن که منم تو پیجم بذارم. I don't know what you heard about me. اوه ولی من اینا رو خیلی دوست دارم. اینا ببین آخه جنست چیه زمستونی طورشه. بذار جلو آینه بگیرم. ببین اینا نازه نه قطعا نه مثل تو خونه خیلی نازه. جنسش نمیدونم معلومه یا نه. از این جنسای نرم داره. ببین این چیزایی که آویزون میکنی به کیف و مثلا کلید و اینا فقط ببین چقدر بامزه است. اینو نگاه کن شبیه آب نباته. بعد اینو ببین این خیلی بامزه است. به پاپکورنه خیلی بامزه است. ولی من کلا خودم زیاد مثلا اهل چیز نیستم بگم. یعنی خودم خیلی اکسسوری باز نیستم. یعنی همینجوری ساده یه گردن من مثلا میندازم اینو یهو 2-3 هفته تو گردنم میمونه دیگه اینطوری. کفش فیوریت شادی. عاشق این کفشاست. خونه اینا شادی کفش مناسب سلیقت رو پیدا کرد. ببین اینو نگاه کن. این ماسک جت لگه. وای چرا معلوم نیست. ببین این چیه؟ ماسک جت لگه. ببین این برنده خیلی خوبه. انقدر دئودورانتاش همون که اون خانومه داره برمی‌داره انقدر خوشبوه. اصلا من تا حالا زندگیم عاشق دئودورانت نشده بودم. اصلا عالی. ببین قسمت دم سفارا که حساب میکنی خیلی چیزای باحال و بکاری خیلی خوشبو بود. ببین همه چیزای این دم صندوقش سایزای مثلا کوچولو موچولوه. الان این چیه؟ الان ژلب. مثلا نگاه کن همین چیز خیلی کوچولوه. بابا خب این کثیفه کسا در وایسا ببینم. یعنی ببین عاشق این آتش خالا. نگاه کن اینا این چیزای شاینی انقدرم دستام پره. نگاه کن بعد خیلی شاینش خوبه. البته ما اینو تست کردیم این دوتا رو خیلی خوب بود. اولش دیدم رنگشو که دیدم فکر کنم خیلی بده. یعنی یه ذره چیز دیگه دهاتیه ولی رو پوست خیلی میخوابه به خصوص اینی که کمتر فکرشو میکرد. If you stay home tonight, you are not free, you are not cheap, you are expensive. ماستمو کی بهم میدی؟ بریم ماست بخوریم دیگه. اینم خوب بود. دیگه دیوونه شد. بویشو یا علو؟ آقا بعدش برای این چیزا بگیرم. این یا علو؟ به نظرم این من اصلا علوه رو یادم نمیاد تو تربیتم نخوشید. نه بعد خوشتر اویشو خدای بله اویشو جنسش از دست داده. من اینو خواستم بگم. ببین من امروز تو سفارا فهمیدم که من مشکل کانتور دارم. صورته رو باید بسازم و من اینجا همه رو اصلا با روژ گونه و اینا اوکی میکنم ولی خیلی بد میشه. یعنی مثلا تو نورای این شکلی مثلا
میفهمید آرایشت کثیف و اینا، اصلا کثیف که نه دیگه، یعنی بد آرایش کردی. ولی یه دونه کانتور چیز دیدم ماریو خیلی خوب. آقا بدم پایین. نداره. یه نداره. همین؟ این چیز که آه هیچی نمی‌کنه. بیا. اینه یکم بریزیم. لعنت بده پایین. با یکم این نظرته کارامل چیز که وسطیش چیه؟ کنارش بریزون نریز دیگه. چند وسطی میکس اون دو. اینه؟ آخه این اصلا رنگ اولی. اونو بریز. سنگینش بذار سنگینش بلوبری بریزم. ببین چیزم میتونیم بریزیم. ما بستنی رو بیشتر میریزیم. شاید اینو بریزیم. ساحل اینو این خانمه داره میریزه. بگو برای من بریز. اینا چی؟ نه اونا رو نریز بابا. این چیه؟ چی داری میریزی؟ بیا خواستی نمیدونم چی بریزم؟ این بریزم؟ از اون بریز. دست دیگه ها؟ قیسی میخواد؟ قیسی اینو میتونیم بریزیم. Can we have this or no? Only this is for the party. برای اون داستان است. نمیدونم چیکار کنم؟ یکی دیگه از اینم برداریم. حالا ولش کن. چی بریزم شادی؟ من میگم دسته دیگه. بسته بابا. دیگه به هر روز کافی چاق شد. لطفاً بیادبی نکنین، کامنت بد نذارین، هیترای پیج. فقط ترافیکو یا خدا. ببین من شادی با هم حساب کتاب، یعنی مثلا اون میخواد چنج کنه، گفتم چنج نکن من باهات اوکی میکنم. بعد الان میخوایم بعد قبلش من گفتم نه نمیگیرم ازت اوکی فلانه. خیلی با عطر خوبه. کدوم؟ اون که زدم گرلنه. تو ماشاءالله امروز فندی هم خیلی خوش بود. 4.31. شادی پولمو کم نکنی. 4.31 رو برای 4.32. خب 4.31. من چند دلار باید به تو بدم؟ 300. ببین امروز شادی از من چیز کرد، یعنی می‌خواست پولش رو چنج کنه خرید داشت. من بهش گفتم بیا من بهت میدم درهم و اینا. این که انقدر درهم شد. خب دیگه هر $1 4.31 درهمه. نه ما رو سر. خب 350 دلار ضرب در 4.31 میشه 1508 که درهم. خب 30 تا ازش کم کن. پس یورو چی دارم بهت میدم؟ ای وای. ببین سنگین ترین معامله تاریخ. من میخواستم پولام روند شه، گفتم شاید $1 بدی پولای من روند میشه عددش. خب واسه دیدی اینا که چیز مغز نمیخوان عدد روند شه. اصلا من نکردم اینو بدم بگم تو بعدا مثلا اینو به من بده یا اون بده، مثلا من بعد همون لحظه اینو گرفتم وسط خط شادی هم یه کرده من اون وسط سنگین ترین معامله تاریخ. بیشتر بهت میرم بابا 104,000 تومان. 110 شد. 104,000 تومان دارم 110,000 تومان میدم. 500 درهم. بعد ببین دلارایی که از شادی مثلا میگیری قشنگ مال زمان مثلا چارلز سوم لویی 16 انقدر افتضاحه. از پولا هم بذارم. ببین بازم دلار داری یکی دو تا دیگه یکی دو سه دلار دارم مگه میخوام. نه دیگه من الان پولای تومنم دیگه کم. ببین کاشف عمل من خانم یورو تقلبی هم داره به من میده. من الان 2 تا یورو دارم. ببین اینو من از قبل دارم. خب رنگو نگاه کن، رنگ پوست پیازیه. بعد اینو نگاه کن، این دو تا با هم فرق داره. این تقلبیه. ساحل من از تقلبی و از صرافی آوردم. برو یقه صرافی رو بر. تازه یکی از یوروهایی هم که ازش گرفتم چیز داره، قیچی خورد. ببین این حرف من اینجا سند بمونه، پس فردا یکی اینو از من قبول نکرد خرکشش بتونم بکنم. یعنی
یعنی ببین نشستم $1 $2 جمع میذارم این میذارم لای رند و بساط. الان یه 330,000 تومن پیدا کردم تومن. خب بعد میگم بیا یه $3 راستم میگه من اینو چیکارش کنم؟ آقا پول اسنپت که میشه. من اسنپ سوار نمیشم عزیزم. میدونی الان تو چه حالیم؟ این حالا که مثلا میری بیرون عکستو گرفتی بعد ادیتش کنی بذاری همون حال با ما همراه باشی. اهل لیلا اهل الناس بیا چک کن این. آقا بیا این یا این معلوم نیست چرا این یا بازم هست اسلاید آلبوم درست کرده ماتیلدا کیک. آقا رفتی عکس کیک رو نشون بده چی خوردی گرفتی. خیلی آشغالی تو این همه با من عکس میگیری اصلا من هیچ جایگاهی تو آلبومتون گذاشتم دیگه باهات. با من استوری اون یکی دیگه هم انتخاب باید بکنم. منم میخوام بذاره عکس شماره 4